نصیر ملت محمدیه، غازی الدین، فاتح هند و متحد کننده کل بلوچستان. امروز میخوام در مورد یکی از شخصیت‌های بزرگ تاریخ بلوچستان که داخل تاریخ به پدر بلوچستان مشهوره صحبت بکنیم. این شخص کسی نیست جز میر نصیر خان نوری، خان اعظم و حاکم بلوچستان. اگه ویدیوهای قبلی ما رو نگاه کرده باشیم متوجه میشین که میر نصیر خان نوری که برادر امیر محبت خان بلوچ حاکم بلوچستان در زمان نادرشاه افشاره به مدت 9 سال در دربار نادرشاه یه جورایی به عنوان گروگان زندگی میکنه، چرا که میر نصیر خان از گزینه‌های ریاست و حکومت بلوچستان بوده و امیر محبت خان هم که با نادرشاه رابطه خوبی داشته اون رو به دربار نادرشاه میفرسته تا خیالش از بابت میر نصیر خان نوری و اینکه فرصت پیدا نمیکنه علیهش توطئه کنه راحت بشه. میر نصیر خان نوری هم طی این مدت که در دربار نادرشاه زندگی میکنه چیزهای زیادی یاد میگیره. میر نصیر خان همچنین از سرداران بنام و شجاع سپاه نادره و در فتح هند نادرشاه رو به مقدار زیادی یاری میکنه. یعنی حضور میر نصیر خان نوری در دربار نادرشاه صرفاً به عنوان یک گروگان نیست، بلکه فقط به خاطر اینه که از بلوچستان و شهرهای بلوچستان دور بمونه تا فرصت نکنه علیه حاکم فعلی بلوچستان که امیر محمد خان بلوچ باشه توطئه‌ای انجام بده. اما بعد از مرگ نادرشاه افشار میر نصیر خان به بلوچستان برمیگرده و برادر خودش امیر محبت خان رو از قدرت کنار میزنه و حکومت در بلوچستان رو به دست میگیره. تو این زمان میر نصیر خان حاکم کل بلوچستان نیست، بلکه فقط قسمت کلات و بلوچستان شرقی رو بیشتر تحت سلطه خودش داره. قسمت مکران و بلوچستان غربی به عبارتی توسط یه سری دیگه از قبایل کنترل میشه. سردار دیگه نادرشاه یعنی احمد خان ابدالی که از یاران نزدیک نادرشاه به شمار میره، مثل نصیر خان که به بلوچستان برمیگرده، اون هم بعد از مرگ نادرشاه به افغانستان برمیگرده و حکومت افغانستان رو به دست میگیره. محبت خان بعد از این که میبینه نمیتونه از پس میر نصیر خان بر بیاد و اون رو از قدرت کنار بذاره، به سمت احمد شاه ابدالی میره تا از اون کمک بگیره برای بازپسگیری حکومت. اما احمد خان به خوبی هم امیر محبت خان رو میشناسه و هم میر نصیر خان نوری رو که هر دو جزئی از سردارای سپاه نادر بودن و همچنین این رو به خوبی میدونه که میر نصیر خان نوری در بین قبایل بلوچ از حمایت و محبوبیت بیشتری برخورداره. به همین دلیله که نه تنها به امیر محبت خان کمک نمیکنه بلکه اون رو زندانی میکنه و اجازه بازگشت به کلات رو بهش نمیده. احمد خان با این خیال که با این کار میتونه خودش رو به میر نصیر خان نزدیکتر کنه و دوستی خودش رو با میر نصیر خان و حکومت بلوچستان که از حکومت‌های همسایه افغانستان به حساب میاد قوی تر کنه، این کار رو انجام میده. اما خب قبل از این که بخوایم اصلا میر نصیر خان نوری و حکومت بلوچستان رو توضیح بدیم، بهتره که با همدیگه به این بپردازیم که اصلا احمد خان از چه زمانی حکومت و حاکمیتش در افغانستان شروع میشه و از احمد خان دورانی به احمد شاه پادشاه افغانستان تبدیل میشه. اصلا احمد خان ابدالی کی بوده، چی کار میکنه؟ اگه ویدیوی قبلی رو هم که داخل کانال منتشر شدن نگاه کرده باشیم، احمد خان ابدالی همه ما میدونیم که در روزگار جوانی سرباز سپاه نادرشاه افشار میشه. داخل سپاه نادرشاه پیشرفت میکنه و به یکی از سرداران نزدیک و یاران وفادار نادرشاه تبدیل میشه که نادرشاه اون رو به فرماندهی سپاهیان ابدالی و ازبک منصوب میکنه. بعد از اینکه نادرشاه به قتل میرسه، احمد شاه هم از این خلای قدرت سوء استفاده میکنه و با پشتیبانی قبایل پشتون و افغان که در ارتش نادرشاه قرار داشتن به خزان نادرشاه دستبرد میزنه و به سمت افغانستان حرکت میکنه تا دولت نوپای خودش رو در افغانستان
احیا کنه. احمد خان ابدالی در سال 1747 میلادی دولت خودش رو پایه‌گذاری میکنه و اعلام پادشاهی میکنه. احمد خان در ابتدا هدفش از این اعلام پادشاهی تصرف کل ایران و حکومت بر مناطقیه که زمانی تحت سلطه نادرشاه قرار داشتن، اما در نهایت تا پایان عمر به این هدف نمیرسه. 2 سال بعد از تأسیس حکومت در افغانستان توسط احمدشاه ابدالی، یعنی در سال 1749 میلادی، محبت خان احمدزهی از حکومت کلات توسط برادر خودش یعنی میر نصیر خان نوری که از متحدین و حاکمان تحت اطاعت احمدشاه عزل میشه از حکومت کلات. تو این بازه زمانی که میر نصیر خان نوری به قدرت میرسه، تسلط قوم افغان بر قلمرو کلات بیشتر میشه، طوری که گفته میشه تو این زمان هر افغانی که در سرزمین بلوچستان کشته میشه دیه اون بر خان کلات واجبه و باید دیه اون رو پرداخت بکنه. در رابطه با سرنوشت محبت خان همینقدر بگیم که اون بعد از مدتی اسارت در بند احمدشاه ابدالی نهایتا حکم قصاص براش صادر میشه و بعد از اجرای حکم جسدش رو به برادرش یعنی میر نصیر خان تحویل میدن تا در مقبره شاهی کلات دفن بشه. اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، بهتر اینطوری بگیم که میر نصیر خان نوری 2 سال بعد از به حکومت رسیدن احمدشاه ابدالی داخل بلوچستان قدرت میگیره، اما تو این زمان تسلط افغان‌ها بر بلوچستان خیلی زیاده و میر نصیر خان که تازه به حکومت رسیده نمیتونه با این شرایط مقابله بکنه. خان کلات که از 1749 میلادی تا 1794 میلادی فرماندوای بلوچستان به حساب میاد، چنین به نامهای قاضی الدین اسیر ملت محمدیه، بیگلربیگی به معنی رئیس سران، خان بلوچ، خان اعظم و سایر القاب هم معروفه. نصیر خان نوری در واقع به مدت 9 سال قبل از اینکه به حکومت برسه در دربار نادرشاه به عنوان یکی از سرداران نادر و همچنین شاهزاده بلوچستان زندگی میکرده. وقتی که میر نصیر خان نوری به قدرت میرسه، در واقع اولین فرمانروای منطقه بلوچستانه که سعی میکنه روابط دوستانه سالمی رو با سایر ملت‌ها برقرار کنه و تمام قبایل بلوچ رو متحد بکنه. تا قبل از میر نصیر خان نوری حداقل توی اون زمان قبایل بلوچ اتحاد کاملی با هم دیگه نداشتن، مخصوصا 2 قسمت بزرگ بلوچستان یعنی مکران و کلات، بلوچستان غربی و شرقی، ارتباط چندان خوبی با هم دیگه نداشتن و به صورت جداگونه به سر می بردن. نصیر خان بلوچ مجلسی رو در بلوچستان تأسیس میکنه، قانون اساسی رو بر اساس شریعت اسلام و سنت‌های بلوچ تصویب میکنه تا این قانون در سرتاسر بلوچستان اجرا بشه. فعالیت‌های میر نصیر خان نوری و کارهایی که در بلوچستان انجام میده به قدری برای مردم بلوچ مهم و مفیده که نهایتاً در اواخر حکومت مردم سعی میکنن به اون کلمه ولی که به معنی قدیس هستش رو اطاع بکنن. این در دوره میر نصیر خان نوری در سرتاسر ایالت بلوچستان مساجدی ساخته میشه و نصیر خان ترتیب اینو میده که تشکیلاتی برای جمع‌آوری زکات هم برپا بشه. میر نصیر خان طی یک فرمان حجاب یا داشتن پرده و پوشش رو برای همه زنان مسلمان بلوچ واجب میکنه که تا الان دیدیم میر نصیر خان بعد از اینکه به حکومت میرسه اوایل حکومتش سعی میکنه یه سازماندهی و نظمی به اوضاع بلوچستان بده که در این زمان میر نصیر خان قدرت زیادی نداره و هنوز قدرتش تثبیت نشده، اما این سازماندهی بعدها به افزایش قدرتمون کمک میکنه. در کل احمدشاه ابدالی در تاریخ اگر نگاه بکنیم پادشاهیه که لشکرکشی‌های زیادی داشته. احمدشاه همچنین در تاریخ به عنوان پادشاهی ازش یاد میشه که بعد از فتح چندان بخشنده نبوده و معمولاً مناطقی رو که احمدشاه فتح میکنه خونریزی زیادی درشون انجام میده.
بعد از فتح اسیرا و کشته های زیادی رو در منطقه از خودش بر جای میذاره. نصیرخان نوری هم در بعضی از این لشکرکشی ها احمدخان ابدالی رو همراهی میکنه. یکی از این لشکرکشی ها در سالهای 1751 و 1770 میلادی اتفاق میفته که میر نصیرخان و ارتش بلوچ به کمک احمدشاه ابدالی میان و نصیرخان در برخی از لشکرکشی ها خودش شخصا فرماندهی نیروهای مشترک رو بر عهده داره. یکی از این نبردها، یعنی در نبرد نیشابور، میر نصیرخان با 3000 بلوچ به کمک پادشاه افغانستان میاد. آنچنان طی این نبردها احمدشاه ابدالی رو تحت تاثیر قرار میده که احمدخان لقب برادر وفادار رو به اون میده و میر نصیرخان رو به عنوان برادر وفادار خودش اعلام میکنه. مکران بلوچستان، یعنی بلوچستان غربی با قسمت کلات یا بلوچستان شرقی، اتحاد چندانی نداشته و این دو قسمت از همدیگه تقریبا جدا بودن. از اینکه میر نصیرخان نوری قدرت خودش رو در کلات تثبیت میکنه، پس در زمانی که نفوذ افغانها بر کلات بیشتر میشه، میر نصیرخان به این نتیجه میرسه که باید یک کاری انجام بده و دیگه این شرایط قابل تحمل نیست. به همین راستا میر نصیرخان سفیر افغانستان و یعنی سفیر احمدشاه رو از بلوچستان اخراج میکنه و به سمت افغانستان میفرسته. درست در زمانی که میر نصیرخان نوری تصمیم میگیره با پادشاه افغان و افغانها برخورد کنه، ری حاصلزئی از خاندان شهوانی بلوچ علیه میر نصیرخان شورش میکنن و میر نصیرخان برای سرکوب اونها عازم منطقه میشه. نصیرخان مدتی شهر رو محاصره میکنه و در طی این مدت محاصره قائم خان شهوانی که از سران این تیره به حساب میاد، به طور مخفیانه به سمت دربار احمدشاه میره تا احمدشاه رو قانع کنه میر نصیرخان وارد جنگ بشه. شاه هم که دنبال بهانه بوده و همراه ارتش زیادی به سمت کلات راهی میشه. احمدشاه نهایتاً با توجه به این که میر نصیرخان نوری درگیر سرکوب شورش بوده و به صورت کامل در کلات حضور نداشته، کلات رو به تصرف خودش در بیاره و به مدت 12 روز در کلات ساکن بشه. حتی مردم کلات از احمدشاه میخوان که با میر نصیرخان نوری صلح کنه و کلات رو هرچه سریعتر ترک کنه. احمدشاه ابدالی هم که به دنبال تصرف حکومت کلات نبوده و بیشتر دنبال این بوده که بتونه بلوچستان رو تحت سلطه خودش قرار بده، به صلح اکتفا میکنه. برای همین از سمت حکومت خودش سفیری رو به سمت دربار کلات میفرسته. نهایتا میر نصیرخان قبول نمیکنه که سفیر دربار افغان رو به حضور بپذیره. بعداً وزیر خودش یعنی آخوند ملا محمد حیات رو به سمت سفیر افغان میفرسته تا با اون وارد مذاکره بشه. تا اینجا ما متوجه میشیم که تصمیم میر نصیرخان نوری برای مقابله با افغانها و به دست آوردن استقلال بلوچستان کاملا جدیه و نمیخواد خودش رو با کارهای فرعی از جمله ایجاد قرارداد صلح و غیره مشغول بکنه. میر نصیرخان بعد از این حمله و شورش خاندان شهوانی به این نتیجه میرسه که تا زمانی که بلوچستان رو کامل متحد نکنه نمیتونه با خیال راحت علیه افغانها و احمدشاه افغان اعلام استقلال کنه. در همین زمان که حکومت کلات توسط میر نصیرخان نوری اداره میشد، حکومت مکران هم توسط کنفدراسیون ازد مکران یعنی تیره رند دگارانی اداره می شده که در واقع این تیره بعد از بین رفتن پادشاهی های تیره های هوت و بولیده‌ای در مکران به قدرت رسیده بود در زمان میر نصیرخان.
میرنصیرخان علیرغم اینکه برخی عقاید مشترک داشته با اعضای ملوک مکران، از جمله اینکه هر دوی این دو گروه یعنی خانات کلات و ملوک مکران با زگریان دشمنی داشتن، اما دخالت‌های ملوک مکران رو مسبب اصلی احمدشاه درانی به کلات میدونه. در اون زمان خانات کلات چندان مورد قبول ملوک مکران و تیره رنددگارانی نبودن، حتی تا جایی که ما اشعار زیادی رو میبینیم که از طرف شاعرای مکران برای مذمت خانات کلات و حکومت کلات سروده شده بود. اما تیره رنددگارانی یه کاری که انجام میده، تو اون زمان مکران میشه محل تبعیض و ظلم که افراد این تیره و ملوک مکران تبعیضات زیادی رو در رابطه با سایر افراد مکران و مردم اونجا انجام میدن. این تبعیض‌ها و این کارها باعث میشن که برخی از سران و افراد به نام مکرانی به سمت میرنصیرخان نوری متمایل بشن و اون رو در راه رسیدن به حکومت مکران یاری بدن. میرنصیرخان نوری هم وجود سیاسی این حکومت مکران رو برای آینده قبایل بلوچ مکران مهلک و بد میدونست، چرا که اغلب اقوام مکرانی در اون زمان از تبعیض طبقاتی رایج شکایت میکردن و به فکر نظام حکومتی جدید در مکران بودن. میرنصیرخان نوری هم نهایتا جنگ داخلی رو در مکران تحریک میکنه و به همراه وزیر خود یعنی آخوند محمد صاحب به سمت مکران حرکت میکنه. سرانجام طی جنگ‌های طولانی و نبردهای پشت سر هم نهایتا میرنصیرخان نوری موفق میشه مکران رو به نفع خودش به تصرف در بیاره و بلوچستان رو متحد کنه و خاندان گیچکی رو به نیابت از خودش به عنوان حاکم مکران و حکومت مکران منصوب بکنه. اما حالا یعنی در سال 1757 که میرنصیرخان نوری بلوچستان رو متحد کرده، اتحاد خودش رو با احمدشاه افغان به هم میزنه و اعلام استقلال میکنه. میرنصیرخان اینطور عنوان میکنه که دلیل برهم خوردن اتحادش با احمد افغان دخالت‌های بیجاییه که افغان‌ها در امور داخلی بلوچستان داشتن. احمدشاه ابدالی سعی میکنه که به وسیله‌ای میرنصیرخان نوری رو متقاعد کنه دوباره تحت سلطه افغانستان در بیاد و نفوذ افغانستان رو در بلوچستان قبول کنه و پرداخت خراج رو ادامه بده. میرنصیرخان اما با این درخواست‌ها و نامه‌های احمدشاه افغان رفتار برعکسی انجام میده و در پاسخ به نامه‌های احمدشاه افغان اینطور اعلام میکنه که 200,000 نفر بلوچ مسلح آماده مقابله با اون هستن. نهایتاً احمدشاه مجبور میشه که به فرماندهی نخست وزیرش یعنی شاه ولی خان لشکری رو علیه میرنصیرخان بلوچ بفرسته. جنگ میرنصیرخان نوری با شاه ولی خان در نزدیکی پتنگ‌آباد مستونگ رخ میده که سپاهیان شاه ولی خان از نصیرخان نوری شکست میخورن و مجبور به عقب نشینی میشن. میرنصیرخان اما سپاهیان افغان رو تعقیب نمیکنه. وقتی که خبر شکست شاه ولی خان به احمدشاه میرسه، با لشکری بزرگتر به سمت میرنصیرخان نوری حرکت میکنه. موفق میشه میرنصیرخان رو در ناحیه مستونگ شکست بده. نصیرخان سریعاً به سمت موقعیت قوی‌تر خودش یعنی کلات عقب نشینی میکنه. نهایتاً با عقب نشینی میرنصیرخان به سمت کلات موفق میشه احمدشاه ابدالی رو شکست بده و معاهده کلات رو به ثبت برسونه. در سال 1758 میلادی معاهده‌ای بین نصیرخان نوری و احمدشاه افغان تدوین میشه که تحت عنوان معاهده کلات شناخته میشه. این معاهده رو مورخانی مثل هانری پاتینجر، گانداسینگ، استون و آخوند محمد صدیق
همگی تایید کردن. وفات این عهدنامه شامل 4 گزینه بوده. یک، اینکه خان بلوچ یعنی میرنصیر خان نوری در آینده به شاه افغان و حکومت افغانستان هیچ خراج و مالیاتی نخواهد داد. 2، اینکه خان بلوچ تعهد نداره به احمد شاه دورانی کمک نظامی بکنه مگر زمانی که احمد شاه و حکومت افغانستان در مقابل دشمنان خارجی در جنگ باشند، اون هم به شرطی که پادشاه افغانستان سالانه 100,000 روپیه و تسهیلات نظامی و تدارکات ارتش برای بلوچستان فراهم بکنه. 3، خان بلوچ هیچ کمکی به شورشی‌های افغان و شاهزادگان شورشی افغان در پناهندگی نخواهد کرد. از طرف دیگه متقابلا پادشاه افغانستان هم باید با شورشی‌های بلوچ برخورد بکنه و اونها رو به عنوان پناهنده قبول نکنه. همچنین تمام مناطق خان بلوچ که بلوچ‌ها در اون زندگی میکنن و اکنون در تصرف شاه افغانن باید به خان بلوچ تحویل داده بشن. تا اینجای کار ما در مورد میرنصیر خان نوری، اینکه چطور به حکومت رسیده و بعد از اینکه به حکومت میرسه چه اتفاقاتی میفته تا حکومت مکران و کلات رو با هم متحد میکنه صحبت کردیم. همچنین گفتیم که نهایتا میرنصیر خان موفق میشه بعد از متحد کردن بلوچستان استقلال بلوچستان رو تضمین کنه و زیر سلطه افغانها خارج کنه بلوچستان رو. نهایتا داخل قسمت آینده ما در مورد نبرد پانیپات و پیروزی در برابر سیک ها، همچنین نبوغ نظامی میرنصیر خان نوری و سازماندهی که ارتش بلوچستان در اون زمان داشته صحبت خواهیم کرد.